به نام خدا. سلام خدمت همه زبان آموزان و اساتید ارجمند. فرهاد مردانه هستم. امروز با یک ویدیو در خصوص جدیدترین تغییراتی که در آزمون تافل اعمال خواهد شد در خدمت شما هستم. امروز 3 ژانویه 2026 هست و از 21 ژانویه 2026 یعنی کمتر از 20 روز دیگه ما یه سری تغییرات مهم رو در آزمون تافل خواهیم داشت و میخوایم بهش بپردازیم که آیا این تغییرات غافلگیر کننده میتونن یک فرصت برای ما باشن یا قضیه ممکنه جور دیگری رقم بخوره. بعداً باید خدمتتون عرض بکنم که ببینید آزمون توفل در ایران حداقل میتونم بگم تو این 20 سالی که بنده دارم تدریس میکنم در مقایسه با آزمون آیلتس طرفدار کمتری رو داشته. حالا این اقبال هم از طرف مدرسین بوده، اقبال کمتر، هم از طرف زبان آموزها. ببینید توفل در واقع یکی از مجموعه آزمون هایی هست که در ETS امریکا تدوین میشه، دیولپ میشه و اعمال میشه و مخفف تست of English as a foreign language هست و یک آزمون کمتر شناخته شده ای هست در ایران و علتش هم خب اولیش تبلیغات آیلتس خب گوی سبقت رو از آزمون توفل رو بوده حداقل در ایران. علت دوم مدرسین هستن. ببینید آزمون توفل یه طوری است که تا خود فرد نره و در آزمون شرکت نکنه ایده خیلی قوی و روشن و شفافی از خود آزمون نمیتونه داشته باشه. خیلی سخته اینکه آزمون چجوریه، کی باید بریم اونجا شرکت بکنیم، چه مواردی لازم هست، بین هر اسکیل چقدر مثلا به ما زمان میدن، آیا بین آزمون های مختلفی مثلا اسکیل اسپیکینگ و قبل از اون مثلا لیسنینگ آیا بریکی هست نیست، همه این موارد، اینکه اصلا افراد چجوری باید در خود آزمون بشینن شرکت بکنن، کاغذ بخوان نخوان، همه اینا مواردی هست که بستگی به خود فرد داره و حتما باید خود فرد بره و در آزمون شرکت بکنه. اما در مورد آزمون آیلتس چنین نیست. شما با یک کتاب خیلی راحت میتونین ببینین که چه مواردی هست وجود داره، میتونین خودتون یاد بگیرین، آزمون رو بدین و حتی کار تدریس رو هم انجام بدین. بحث بعدی بحث رویکرد زبان آموزا بوده. ما تقریبا تا چند سال پیش افرادی که میرفتن برای آزمون آیلتس نسل زی نبودن، بیشتر حالا همسن و سالهای خود ما بودن، حالا یا یک کم جوانتر از ما، و میرفتن و آزمون آیلتس رو بیشتر دوست داشتن چون کاغذ محور بود. بعد که خب آزمون CBT شد، کامپیوتر بیس شد، میشه گفتش که ترجیح کاغذی بودن یا غیر کاغذی بودن در خصوص آیلتس در مقابل توفل دیگه از بین رفت. و مسئله بعدی اینه که الان نسل زی بیشتر دوست داره که در واقع کامپیوتری باشه، آزمون دوست نداره بنویسه روی کاغذ باشه. و مسئله بعدی اینه که به خاطر حالا فعالیت بهتر هالیوود و در واقع انتقال فرهنگ یا بگیم که گسترش فرهنگ آمریکایی، افراد بیشتر دوست دارن و راحت هستن که لهجه آمریکایی بشنون و لیسنینگشون و اینا بر اساس در واقع لهجه آمریکایی باشه که بتونن از پسش راحت تر بر بیان. دلایل مختلفی ممکنه داشته باشه، ممکنه دلایل سیاسی باشه و اینا که من در جریان نیستم، دانش کافی ندارم. اگر از اساتید و زبان آموزان افرادی هستن که موارد دیگری رو میتونن راجع به این بیان بکنن در خصوص اینکه چرا تافل کمتر شناخته شده است، بیان بکنن در بخش کامنت ها، خیلی ممنون میشم. اما چرا توفل؟ چرا میتونیم توفل رو یک منبع آزمونی خیلی خوب در نظر بگیریم؟ اول اینکه در دنیا بالای 13,000 مرکز آزمون داره. خود شهر زنجان هم همین مرکز رو داریم ما.
تافل خانگی داشتیم قبلا در زمان پندمیک بریک اوت، در زمان شیوع اون پندمی کرونا، که حالا بعضی از کشورها بعدش دیگه یه جورایی در لیست سیاه قرار گرفتن، دیگه تافل ادیشن خانگی رو یا نسخه خانگی رو دیگه زیاد قبول نمی‌کنن که یکی از اونها کشور ایران هست، بیشتر به خاطر حالا عدم صداقتی که داشتن، یعنی lack of integrity رو بیشتر علت ارائه کردن برای قبول نکردن آزمون هایی که در ایران به شکل هوم ادیشن برگزار میشد. و به اضافه این که تا الان این 40 میلیون نفری که آزمون تافل رو تونستن در واقع از سر بگذرونن و برن، در آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، آفریقا، اروپا، آسیا و اقیانوسیه، یعنی در تمامی بخش‌های دنیا تقریبا میشه گفتش که مشتری داشته و این دانشگاه‌ها، مؤسسات این آزمون رو قبول کردن و پذیرفتن. اجزای آزمون تافل مثل خیلی از آزمون‌های بین‌المللی زبان دیگر از 4 مهارت اصلی ریدینگ، درک مطلب، لیسنینگ شنیدار، سپیکینگ گفتار و رایتینگ نوشتار تشکیل شده. اما 2 تا همیشه ما ریز مهارت هم داریم که میشه دستور زبان و لغت، گرامر و وکابولری. البته که مهارت‌های دیگری هم ما باید داشته باشیم، مثل تایم منیجمنت، مدیریت زمان، استرس منیجمنت، مدیریت اضطراب و همچنین استراتژیک تینکینگ اند پلنینگ، این که ما بتونیم یه طوری موارد رو بچینیم که به بهترین نحو عملکرد داشته باشیم روز آزمون، قبل از اون دوران آمادگی و آماده سازی برای آزمون، با چه مدرسی، با چه کتابی، با چه زمانبندی پیش بریم، کدوم مهارت‌ها رو اول پرورش بدیم و همه اینها در واقع نیازمند تفکر و برنامه‌ریزی خیلی مهم و حساسی هست. به اضافه اینکه آشنایی، اورینتیشن، یعنی شما باید با آزمون آشنا باشین. صرف اینکه بشینیم و فقط تمرین بکنین به درد نخواهد خورد. آزمون‌های ماک یا آزمون‌های شبیه سازی شده به شما خیلی کمک خواهند کرد. در کنار همه اینها در واقع تغذیه هست، اینکه روز آزمون، قبل از روز آزمون چه تغذیه داشته باشیم، کی بخوابیم، چی کار بکنیم که ذهنمون بیدارتر باشه، اینا همشون مواردی هستن که واقعا تاثیرگذار هستند. عرض کردم که تافل میخواد که یک متامورفوسیس یا یک دگردیسی داشته باشه و قبل از 21 ژانویه 2026 یه طریقی بوده، بعد از 21 ژانویه 2026 یک تغییرات بسیار شگرفی خواهد داشت. این یکم متفاوت از تغییرات قبلی بوده. تغییرات قبلی نهایتا 1-2 تا تغییر بوده در بخش مثلا اسکیل ها، ولی اینجا ما تقریبا در همه اسکیل ها تغییرات خیلی خیلی عظیمی رو داریم. بر اساس اعلام رسمی خود ETS در واقع تافل داره به یک مرحله میره و به یک نقطه‌ای نزدیک میشه که بهش میگن تافل تطبیقی و خب این تغییرات خیلی بزرگی خواهند بود. این پوست اندازی باعث خواهد شد که آزمون توفل کوتاه‌تر باشه و سریع‌تر باشه. در حقیقت تمامی آزمون‌های بین‌المللی انگلیسی، آیلتس، توفل، CPE، دولینگو و همه اینها اسپید تستن، آزمون‌هایی هستند که سرعت عمل مهمه، اما آزمون توفل یکم سریع‌تر هم خواهد شد. اما اینکه آیا بهتر خواهد شد یا بدتر، انشاءالله تا آخر ویدیو به این سوال میتونیم که جواب بدیم. گونه‌های جدیدی از سوالات در آزمون توفل بعد از 21 ژانویه 2020، یعنی از خود روز 21 ژانویه 2026 و از اون به بعد طلوع خواهند کرد و شرایط به این شکل خواهد بود که نمره دهی کلاً به جای اینکه از 0 تا 120 باشه از 1 تا 6 خواهد بود. حدوداً 90 دقیقه زمان آزمون خواهد بود. کف نمره آزمون 1 هست، سقف 6، اما کف نمره قابل قبولی که معمولاً میشه گفت تو دنیا میگن هی بدک نیست 4 خواهد بود که معادل 72 از 120 هست. اما اون چیزی که به شما یک واوچر، یک پاسپورت، یک
ژتونی میده که از دروازه دانشگاه‌های مختلف رد بشین، نمره 4.5. یعنی چی؟ یعنی 86 از 120 که الان داریم. اولین تغییری که در آزمون توفل خواهیم داشت در بخش ریدینگ هست که یک پاراگرافی به شما میدن و میگن که کلمات رو کامل بکنین. یعنی یک کلمه رو چندین کلمه رو به شما میدن که ناقص هست، به تعداد حروف خط کشیدن، شما باید اونو پر بکنین. اصلا دست کم نگیرینش، ما این رو در آزمون دولینگو هم داشتیم، اما آسون تر از این. اینجا کلمات واقعا ممکنه اذیتمون بکنن. چرا؟ چون ما باید دیسکورس نالج داشته باشیم. دیسکورس نالج یعنی چی؟ یعنی شما باید با اون ژانر و با اون نوع متون آشنا باشین و بدونین که اصلا اونجا چه کلماتی ممکنه بیاد، چه حروفی، چه اصطلاحاتی، چه عباراتی ممکنه بیاد که بتونین اون رو کامل پر بکنین. یه پاراگراف به شما میدن، 2 دقیقه زمان دارین که پاراگراف رو پر بکنین. یه جورایی بررسی گرامر و لغت اینجا زیرپوستی خودش رو نشون میده. همون چیزی که عرض کردم، ساب اسکیلی که در واقع از خود اسکیل مهمتره. اینجا extensive reading یا همون گسترده خوانی خیلی خیلی مهم هست. حتما باید در واقع indiscriminate reading باید داشته باشین. ریدینگی که هرچی دستتون میاد در دوران آماده سازی حتما بخونین که با اون ژانرهای مختلف آشنا باشین. بخش دوم یا بگیم که قسمت دوم تغییرات بخش ریدینگ یک درک مطلبی هست تحت عنوان دیلی لایف که ورژن شورتش رو داریم، ورژن لانگش هم داریم که در اسلاید بعدی توضیح خواهم داد. معمولا یک ایمیلی میتونه باشه. این ایمیل، حالا من اینجا خیلی پروپیمون آوردم این ایمیل رو، معمولا کوتاه‌تر از این هست و شما بعدش معمولا 1 الی 2 تا سوال ممکنه که دریافت بکنین و به سوال جواب بدین. معمولا 2 تا سوال میاد و معمولا هم برای هر سوال 45 ثانیه زمان داریم. بخش بعدی که در واقع دوباره دیلی لایف هست، منتها ورژن لانگش هست این، و در این ورژن لانگ شما ممکنه دوباره یا یک ایمیل بخونین یا یه تکست چین بخونین. تکست چین یعنی چی؟ یعنی 2 نفر یا مثلا 3 نفر یا چند نفر وارد یک بحثی با همدیگه میشن، در اندازه مثلا 2 الی 3 خط برای همدیگه مینویسن، این به اون پاسخ میده، اون به این پاسخ میده و یه جورایی یک متن دمدار و دنباله‌دار هست. بعدش قطع میشه و شما 3 تا سوال خواهید داشت، معمولا هر کدوم 50 ثانیه به شما خواهند داد که به این سوالات بتونین جواب بدین. بخش بعدی در آزمون ریدینگ همون در واقع اکادمیک پسیج هست. قبلا اکادمیک پسیج ها خیلی طولانی بودن، یه چیزی هولوشه، شاید مثلا بگم حالا نخوام مبالغه بکنم، قبلا ما یه متنی داشتیم که حدوداً 700 کلمه یعنی 500 کلمه به بالا داشتیم، اما الان کلمات، اون مواردی که ممکنه بخونیم یه چیزی بین 300 تا 500 کلمه خواهد بود و تعداد سوالات هم نسبتاً کمتر خواهد بود. و این اکادمیک پسیج عرض کردم نهایتاً 500 کلمه خواهد بود، ولی بیشتر بین 300 الی 400 کلمه یو خواهد داشت و نوسان خواهد داشت و بعدش حالا چند تا سوال میپرسن و بر اساس اون سوالاتی که میپرسن به شما زمان خواهند داد. در بخش لیسنینگ یک بخش جدیدی هست که عین تافل کاغذیه. نظیر همین رو ما قبلا که نه، حالا در ایران در آزمون تولیمو هم داریم که میان یک لیسنینگ رو پخش میکنن، به شما میگن حالا بهترین عنوان رو انتخاب بکنید. به عنوان مثال میاد میگه که مثلا عنوان شما، من مثلا پخش میکنن اینو، مثلا میگه که The deadline is coming us sooner than I expected it، یا مثلا میگن که
The deadline is coming up sooner than I expected it. Huh? The deadline is coming up sooner than I expected it. یعنی اون ددلاینه زودتر از اون چیزی که ما انتظارشو داشتیم داره به ما نزدیک میشه. بعد میگه که خب حالا برای این یه پاسخ بدیم. اگر نفر دوم بخواد به این پاسخ بده چی میتونه باشه؟ A گفته the printer should be fixed by tomorrow. پرینتر باید تا فردا تعمیر شده باشه. The new manager is waiting. مدیر جدید منتظره. I haven't seen the agenda yet. من هنوز صورت جلسه رو ندیدم. و در واقع اون فهرست کارهایی که مثلا توی جلسه میخوایم انجام بدیم و صحبت بکنیم رو ندیدم. و دی گفته که then we'd better get started tonight. پس بهتره که همین امشب شروعش بکنیم. که میشه آزمون در گزینه دی. 20 ثانیه زمان داریم بعد از اینکه سوال رو شنیدیم به سوال جواب بدیم. یک بار پخش خواهد شد. بخش بعدی در آزمون لیسنینگ که جدید هست listen to a conversation است. ببینید نظیر این رو ما قبلا داشتیم توی آزمون توفل. منتها یکم لمش فرق خواهد کرد، یکم قضیهش متفاوته، چون قبلا توی آزمون‌های توفل استاد با دانشجو با نمیدونم یکی از کارکنان دانشگاه صحبت میکردن، یا مثلا دو تا دانشجو با هم صحبت میکردن. معمولا اینو نداشتیم، معمولا با استاد و کارکنان دانشگاه بود و طولانی تر بود. بعدش هم که سوالات یکی پس از دیگری میومد. اینجا conversation listening رو انجام میدین. conversation تموم که شد از شما سوال میپرسه، مثلا میگه که مرده میخواد بعد اینکه مثلا هفته تموم شد و آخر هفته چی کار بکنه یا اینها. معمولا برای پاسخ به سوال 1 دقیقه شما زمان دارین. بخش بعدی در لیسنینگ که بخش جدیدی هم هست، یک اناونسمنت رو میخوایم بشنویم. همچین اناونسمنت هایی رو قبلا در آزمون ها، یعنی در آزمون فعلی که داریم، یه طوری که شما یه متن میشنوین تو بخش لیسنینگ، بعد یه اناونسمنت رو میشنویم و بعد اینا رو با هم ترکیب میکنین و به سوال جواب میدین. اینجا اناونسمنت به شکل لیسنینگ هست و معمولا در خصوص رویدادهای دانشگاه هست. لیسنینگ که تموم شد 2 تا سوال قراره که پاسخ بدیم. بخش بعدی یک سخنرانی علمی خواهد بود یا اکادمیک تاک خواهد بود که مثلا توی کلاس هنره، توی کلاس فیزیک، زمین شناسی، نمیدونم علوم، هر چیزی که هست گوش میکنین، یادداشت برداری میکنین. البته خب نحوه پاسخ به این سوالها میتونه در واقع منبع یک ویدیو دیگری باشه. اگر خواستین میتونین که در کامنت ها اعلام بفرمایین، ویدیوهایی رو درست بکنم و تقدیمتون بکنم. بعد از اینکه یادداشت برداری کردین 2 تا سوال به شما ارائه خواهد شد. این اکادمیک تاک زیر 3 دقیقه خواهد بود، یعنی یه چیزی هلوش 500 کلمه یا 300 کلمه ممکنه داشته باشین و بعدش حالا سوالات رو از شما خواهند پرسید. تعداد سوالات زیاد مشخص نیست توی این بخش. در بخش رایتینگ اون چیزی که جدید هست اینه. قبلا شما یه متن رو میخوندیم به اندازه 300 کلمه در 3 دقیقه، بعد یه متن رو دوباره به اندازه 1.5 دقیقه به اندازه 300 کلمه میخوندین، یادداشت برداری میکردین و میگفتن خب اینا رو با هم ترکیب بکنین. اون قسمت حذف شده، به جاش 10 تا سوال در سری بیلد سنتنس اومده. یعنی فرض بفرمایید یک فردی، فرض بفرمایید یک استادی اومده یه جمله‌ای گفته، حالا شما باید جمله دوم یا جمله پاسخ رو بسازین و بنویسین. فرض بفرمایید که استاد گفته Your lecture was given quite a number of positive feedback on the side of participants. خب که مثلا شما یه چند تا بازخورد مثبت داشتین از طرف شرکت کنندگان در اون سخنرانی. بعد دانشجو میخواد جواب بده که بله they mention چی بقیه. میبینیم علامت سوال هست. اینجا واقعیتش متن رو نمیشه زیاد دست کم گرفت.
هر متن رو شما به اندازه 50 ثانیه زمان دارین که پاسخ بدین و برین به متن بعدی یا متن بعدی آورده بشه. در حقیقت یعنی بعد از 50 ثانیه شما دیگه این سوال فعلی رو نخواهید دید و حرکت خواهد کرد به سمت سوال بعدی. مثلا اینجا ممکنه بگه که did they مثلا mention what part impressed them most، مثلا همچین چیزی باشه که مثلا بخوایم جواب این رو داشته باشیم که 50 ثانیه باید زمان بگذاریم و این رو انجام بدیم و بریم سراغ سوال بعدی. 10 تا از اینا انجام خواهیم داد و بعد میریم سراغ سکشن دوم یا بخش کلی دوم رایتینگ که تغییری در واقع اساسی که بخوایم اینجا بگیم اینه: شما یک ایمیلی میخواین بنویسین. این ایمیل رو یا نظیر این ایمیل یا نامه رو قبلا ما در آزمون آیلتس جنرال داشتیم در بخش یکش، تاسک وانش. حالا اینجا یک ایمیلی هست، سناریو رو به شما خواهند داد. بر اساس اون سناریو میگن که خب تاپیک اینه، موضوع اینه، حالا جوابتون رو تو این قسمت بنویسین و تایپ میکنین. 100 الی 150 کلمه باید بنویسین در عرض 7 دقیقه که این 7 دقیقه شامل خواندن و نوشتن میشود. بخش بعدی که سکشن سوم هست، تا قبل از این ما در توفل 2 تا بخش داشتیم، independent part و integrated part. حالا اینجا بخش سومی هم بهش اضافه شده. در حقیقت این بخش تغییر نکرده، طبق آخرین تغییرات آزمون توفل این بخش دیسکاشن بوده قبلا و الان هم هست، همچنان بر قوت خودش باقیه. بهش میگن دیسکاشن، یا در واقع انگار که استاد میاد یه چیزی رو مطرح میکنه، 2 تا دانشجو نظر خودشون رو میگن که یکیش معمولا موافقه، دیگری مخالفه. بعد میگن خب نظر شما چیه؟ به این دیسکاشنی که هست یه چیزی اضافه بکنین، هم بخشی بکنین که طرز نوشتن این واقعیتش یکم تریکی هست، یکم عجیب غریبه، حتما باید مدیریت رایتینگ و زمانی داشته باشین. این رو هم میتونیم که اگر خواستین یک ویدیو تهیه بشه و در خصوص نحوه نگارش این نکاتی رو بگم خدمتون. البته اگر خواستین در بخش کامنت بفرمایین، انجام وظیفه میکنم. بعدش محتوای اسپیکینگ. محتوای اسپیکینگ واقعا عوض شده. ببینید بخش اولینه، یه لیسن اند ریپیت داریم، مثل همون آزمونی که بخشی که در آزمون ریپیت سنتنس، آزمون PTE Pearson Test of English که معمولا برای مهاجرت یا رفتن به استرالیا مجبورین از سر بگذرونین، که جمله رو یک بار میگن و بعد شما جمله رو باید یک بار تکرار بکنین. هر آیتم 10 ثانیه به شما زمان میده. 7 تا از اینها رو ممکنه داشته باشین. جملات و سوالات رفته رفته طولانی‌تر و سخت‌تر میشن، اما اگه خراب بکنین جملات آسان‌تر میشن. یعنی تافل تطبیقی منظورشون همینه که ببینن اصلا سطح شما چیه. خیلی سخت نباشه که نتونین از پسش بر بیاین، اگه تونستین از پسش بر بیاین سخت‌تر بشه. در اینجا ببینید پرونانسیشن، اکسنت، حتی حافظه شما سنجیده میشه. آیا میتونین مثلا رشته‌های طولانی‌تر از کلمات رو تو ذهنتون نگه دارین؟ آیا حافظه یاری میکنه یا نه؟ یه جورایی دیگه آزمون زبان نیست، آزمون خیلی چیزاست. یعنی در واقع دارن یه جورایی نخبه گزینی میکنن به نظر من. بخش بعدی اسپیکینگ که جدید هست دوباره یه حالت اینترویو مانند هست، یه حالت مصاحبه‌ای هست. میگن که به این سوالات گوش بکنین، اینترویور از شما یه سری سوالات میپرسه، شما به اون جواب بدین. زمان پاسخدهی به شما 45 ثانیه است. عین آیتم 1 و 2 خیلی قدیم توفل یا آیتم اول اسپیکینگ ورژن فعلی که 4 تا سوال هست. اولیش یه سوال از شما میپرسه، 45 ثانیه به شما زمان میده و شما باید به سوال جواب بدین. اما اینجا شما 4 تا سوال دارین
و شما با 4 سوال روبرو هستین. یعنی 4 تا سوال به شما میدن، هر کدوم رو که به شما گفتن 45 ثانیه زمان دارین که به سوالات جواب بدین. رفته رفته سوالات طولانی‌تر و سخت‌تر میشه. حتما باید این یادداری یا ریتنشنتون رو، ریتنشن آنی یعنی ورکینگ مموری خودتون رو ببرین بالا و تقویت بکنین. اینجا من میخوام یه نظر شخصی بگم خدمتتون. این سوالاتی که اینجا هست شبیه سوالات آیلتس و مسابقه آزمون انگلیسی دولینگو بیشتر هست تا آزمون‌های دیگر. خب کل مطلبی که قرار بود خدمتتون عرض بکنم همین ها بودن. اینها موارد یا کانال هایی هست که میتونین ما رو پیدا بکنین و با ما در ارتباط باشین. از شما خیلی ممنون هستم که به این ویدیو گوش کردین و دیدین. اگر خواستین میتونین ما رو فالو بکنین، اگر لطف بکنین میتونین کامنت بگذارین یا ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنین و خیلی ممنونم که زمان ارزشمندتون رو برای این ویدیو اختصاص دادین. من فرهاد مردانه هستم و از شما ممنونم.